خب بچه‌ها، من داخل این یکی بازی و این چالش قراره که نمیرم و باید دایموند پیدا کنم و اگه بمیرم باید سه تون بخورم، پس باید نمیرم و برم سراغ دایموند و ببینیم که چی میشه. بریم سراغ ویدیو تا بیایم بالا. خب ظاهر شدیم به همچین جای چرت و پرتی، وسط جنگل، سنگ و اینا هم هست. امکان داره اینجا دایموندی، آیرونی، چیزی. اول از همه چوب ماین کنیم، اینجا چوب زیاد هست. چوب رو ماین کنیم. همینه دیگه، بعضی درست کردیم. شیشتم دیگه کافی. خب مثل تبدیل کنیم بریم کرافتینگ چند تا از این چوبا. بذار یه دونه. خب اون سنگا کجا بودن؟ اول از همه یه تپه رو یه دونه پیککس رو درست میکنیم. بریم برای سنگا. آیرون همین اول کار. یکی مثل سنگ. سنگ یکم زیاد نیاز داریم. باید که 12 تا کافیمه. 15 تا میکنم. 14 15. خب اینجا فرنسل بگیرم. 14 تا کافی بود. یه آیرون، دو آیرون، 3 4 تا. خوبه، ما فقط پیککس نیاز داریم. خب ما که آیرون رو جور کردیم و هنوز زنده موندیم و سوستون هم نمیخوریم. میدونم خیلی اصیل رو که میخواد نرام مجازات بشن و سوستون رو بخورم. کنید و دعا کنید که من الان بمیرم داخل بازی. اینا رو میرم میزنم. این از من فکر کردم این دایمنده، همین از فکر کردم بیبی زامبیه.
کامل چیزایی که داشت ما کرده، ولی بزن اینجا هم یه چکی کنیم. اونجا رو من چک نکردم. زغالم به اندازه کافی دارم، ولی بزن یکم اعتیاد 3 تا بخوایم مان کنیم. اینجا دایمن نیست، اینجا زغال و مس و چیز هست، آیرون. دایمن اینجا نیست. بذار مس مان کنیم. برای زره میخوام من مثال فول مس میشیم حالا با همینا. بعدم زیاد همینطور ادامه داره. چند تا 36 تا کافیه. خب تا این میتونیم بپریم تا این حساب بزن. یه 2 دقیقه ما میریم بالا، یه نگاه دوزی بندازیم، دایمن پیدا کنیم. تختم ندارم، گوسفندم پیدا نشد بکشیم. بس سری دایمن پیدا کنم تا شب نشده که همه زامبی ها کلیپر یا تخت یا گوسفند الان در نظرمه، یا ویلیج. اونجا هم شاید دایمن باشه، هم میتونم بخوابم و جام امن باشه. من نسا که پختن میرم، البته بذار میرم یه جای مناسب. هر چقدر پخت الان بسه. باج ریدم کجا بود؟ گم کردم. هر چقدر پخته همونقدر کافیه. بذار یه دونم بپسه. رافتیم هم بذار بیاریم بجای این زوالا. یه دونه دیگه تا پیراهن یا چست پلیت میخواست خودم. شب شد وای. زامبی الان دیگه بیرونن. تمام دیدیم بدن دیدیم. الان دیگه فقط خدا رحم میکنه که ما سوستون گوه تود نمیره بالا. برو 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 برو. ویلیج الان که دیگه حیوان هم نیست برای چیزی من بکشم، فقط ویلیج. دستم به دامن ویلیجه. برو 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 برو. بابا دارم میرم تو پارک. چیزی هم خاطی چیزی ندارم. این آیرون دیگه نمیخوام. من اولین بار دارم آیرون میبینم و میگم نمیخوامش. خواهم اینجا یه کاری کنم. چی شد چقدر ولی خوب.
بقیه کارهای دیگر رو انجام بدیم. همین پایینم شاید پیدا کردم یکم بریم یه تورچ درست کنم. زغال دارم من. اینجا زغالم. چند تا تورچ سری درست کنم. همه زغالامو دادم رفت. نه اینو بزنم اینجا. اینجا رو باز میذارم. یه جا رو باز بذارم که ببینم که اینجا بزنش. اینو امکان میکنم نتونه کسی بیاد بپره تو. ولی هم میدونم که کیم روز شده. غذا ندارم. حالا از گوشنگی نمیریم فقط. خب کفشمونم یه دونه دیگه میخوام. آیرون بپزیم حالا. خب چوبامونم تمام. پختم هم بیدم کنم. دوتاشون پختم. روز نشدم. چه کیر میگفتم من الان. اوی بذار بکنم از اینو. یا خدا بشین زامبی اومده. از کجا اومد تو؟ یس هویج داشت. دمش گرد. اینو خدا فرستاده بود. دید خب من الان باید اینجا رو باز کنم.
یکم سیر شدیم. تا این چوبا هم دیگه ماین کنیم. اضافه رو ماین کنیم. خب این هم از این یکی ریدم ترکید از کجا؟ وای ترکید بیشور. همینجا بودم، همینجایی که زار شدم 2 ساعت برگشته بودم سر جام اولم. اینا یعنی اگه بازم فرصت بازی داشتم راحت میتونستم بیام از ادامه. خب بچه ها بریم که سس تون رو بخوریم. چقدر بسته دیگه، بسته. وای 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 یه کمی دیگه هم میرم حالا دیگه پر. بریم 3 2 1 نمیخورم. گوتوش وای همش رو خوردم رو همین مونده. یه دفعه خورد دادم دوباره مثل قبلا زبونم نسوخت، گلون داره مثل چین سوزه. خب من نزدیک 20 دقیقه داشتم بازی میکردم ولی خب ریدم، نتونستم پیدا کنم دایما. یه ویلیج اگه پیدا میشه شاید بهتر، احتمالاش به قولم عمل کردم و سوسو خوردم و شما هم باید به قولتون عمل کنید و سابسکرایب رو انجام بدید، چون گفتم اگه میخواید من سوسو بخورم باید ساب کنید و الان وقتی شما که به ساباتون عمل کنید. چی گفتم؟ تا ویدیوهای دیگه، خدا نگهدار.